سلام، حالتون چطوره؟ کاپتان آدمیزاده هستم و با آموزش های هوانوردی در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالم که در آموزشگاه چیتا ایرلاین کنار شما هستیم بدون هیچ معطلی وقت. خیلی پسر خوبی هست، خدا وکیلی. شبیه سازمون، جایی که قراره پرواز رو یاد بگیریم، هواپیما سواری کنیم و تو آسمونا برای خودمون بالا پایین بریم. خب ابتدا میایم یه هواپیمایی رو انتخاب میکنیم که بتونیم باهاش آموزش بدیم به شما و ببینیم اصلا چی هست و کجا هست. خب ما چون امکاناتمون فعلا در حاضر کمه، با یه دسته ایکس باکس سری وان اس هواپیمامون رو انتخاب میکنیم، همه چیز رو روی لایو قرار میدیم و خب طبق معمولم که من بچه‌ای هستم، دوست دارم تو شهر خودم بهتون آموزش بدم. ما دو تا فرودگاه داریم توی از یه فرودگاه بین‌المللی مسافربریه، یه فرودگاه هم داریم امام رضا که اونجا آموزشی است. خب ما بدون معطلی میریم که فرودگاه امام رضا جایی استند نداره، ما میریم سر رانوی 31 رو انتخاب میکنیم و منتظر میشیم تا لود بشه. چه خبر؟ خوبید؟ 2000 years later. سیستم خدا شاهده قویه، اینترنت ایران ضعیفه وگرنه همه چی لود میشه، گرافیک بالا، سی پی یو بالا، رم ماشاءالله بالا، همه چی خوب. بعد مشخصات کیس هم براتون میذارم. بله بالا اومد. خب یه ذره متاسفانه بیابون طوریه، هیچ چیزم نداره فرودگاهمون. خب کاری بهش نداره، میریم داخل به نام ایزد منان. خب این هواپیمای ما هست. خب بذارید من چراغا رو روشن کنم. چراغا روشنه، کلب خاموشه، باتری آن. چراغا رو دونه بدونه روشن میکنم براتون. خب یه سری چراغ باید اینجا ما داشته باشیم اگر اشتباه نکنم. آن نامش آنه. خب در ابتدا روشن کردم که آها فیول سویچ پامپ رو آف کردیم. اینجا آلتیمترمون هست، ارتفاع سنجمونه که ما باید بیایم کیونه چشم ست کنیم. یعنی قبل از هر چیزی ما میایم مثلا برای هر تیکافی میایم بدر اون رو انتخاب میکنیم، یه متر رو انتخاب میکنیم. اینجا مینویسیم فرودگاه امام رضا، باید ایکاوش هم بلد باشیم. خب نداره، در دسترس نیست، یزد رو انتخاب میکنیم. اینجا نوشته اسکار ایندیا یانکی یعنی فرودگاه شهید صدوقی. تایمش هم اینه 4 و صفرش که هیچی، 2 تا صفرم اینجا داره، 15 زولو یعنی 04 15 زولو. یعنی من بخوام ببینم واقعا 15 زولو هستیم یا نه، الان میتونم اینجا بدونم که واقعا 15 زولو هستیم یا نه. دیپارچر تایممونم که بالا میایم اینجا این رو انتخاب میکنیم. بله 15 و 28 دقیقه زولو هستیم، 4 جولای. خب اینجا نوشته امروز 4 جولای 15 و حالا تاریخه، یعنی تایم هواشناسیش زولو بوده. وزش بادمونم 320 درجه 8 نات، یعنی سر رقمشو که جدا کنیم 328 درجه 8 نات. 5000 دیو اینا مال هواشناسیه که بعدها بهتون خواهم گفت. دما 40 درجه، دی پوینت یعنی نقطه شبنممون 4 و کیو ان اچ مونم 1004 یعنی 1004. خب من باید اینجا 1004 رو ست کنم که اینجا 1004 ست هست. این هم حالت پوزیشن هواپیماه، یعنی هواپیما رو تصور بکنید اینجوری باشه، این بالشه که چپ و راستیه، اینو به ما نشون میده.
و بالا پایینشو که این نویگیشن میره بالا پایین. این هم که سرعتمون هست، سرعت کلی. این هم دور موتوره. فهمیدی؟ 100 یعنی ضرب در 100 میشه 10,000 1500 20,000 2500 30,000 دیگه 3,000 نه 10,000. بیام پایین اینجا این ورتیکال اسپیدمونه، یعنی به چه اندازه ما داریم میریم بالا میایم پایین، یعنی فیت دیگه 100 فیت پر مینیت. یعنی آقا من هر اندازه که میرم بالا 500 فیت یعنی ضرب در 100 میشه دیگه. 100 فیت 5 این مثلا اینجاش 5 فیت نه 500 فیت بر دقیقه میرم بالا، 500 فیت بر دقیقه میام پایین. اینم که هدینگمونه دیگه، مثل قطب نما میمونه. اینم همونه، بالانسمون رو نشون میده. اینم فیولمون هست، همه چیز اوکیه. اینم یوکمونه. بذار من دسته رو روشن کنم. دسته رو روشن میکنی و اخطار میده. ست شد. خب خدا رو شکر. دسته رو میدیم پایین، دسته رو میدیم جلو، چپ، راست. اینم فیولمونه، اینم گازمونه. تراتل اینجا هم داریم. آقای فلپمون هستن. آها اینجا هم رادیومونه. شما اسکواکتون رو از برج مراقبت میگیرید که آقا زمانی که تلفنتون یا میکروفونتون یا هر چیز دیگه قطع شد مخابره کنه که آقا اوکیه، اوکی نیستید، در چه حالید. اینم که یه سری رادیو و از اینجور حرفاست. OBS تون ست فیول اوکی. و اکسپاندرمون هم ما میذاریمش روی 22.20 آن آیدنت VFR. حالا VFR میشه 7000 که اینجا کلیرز میشه. استارت تایم پروازیمون، استارت میکنیم. هر چیزی هم که اینجا داریم اینورم داشتیم، اینورم هم بهتون نشون بدم. ببینید ورتیکال اسپید چیه؟ همونه، چیز خاصی نیست. ولتاژ فیولمون 1/2. اینا هم که پرژرمون هست. و خب بریم ترمزمون رو بر میداریم، تراتل رو تا آخر میدیم تو. منم مثل شما بار اولمه دارم با این هواپیما میرم. از این هواپیمای خوب من سوار میشدم همیشه. وای 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 وای. میریم بالا میریم بالا میریم بالا، نخوریم زمین فقط. خب یه ذره تریم میدیم. فلپ بده، فلپ فول بده. خب بالاخره پرواز کردیم. فلپ ها رو آروم آروم میبندیم. سمت راستمونم استان یزد. خیلی بد بلند شدیم. میریم سمت راست، فلپ رو میبندیم. میبینید سمت راست تو بری سمت چپ نشون میده، سمت چپش کنی سمت راست. شما بیشتر از این دیگه گردش نکنید. اینم که چیز خاصی نیست. و ورتیکال اسپیدمون هم داره نشون میده. اینجا سرعتمون هم کاهش پیدا میکنه. خیلی داریم میریم بالا. یه ذره باد داشتیم 320 درجه، یعنی قشنگ باد میخورد تو صورتمون. خب
بعد من نقشه رو نگاه کنم. آها، فرودگاهی از سمت چپمونه، دور میزنیم بیریم به سمت چپ. این اپروچ استان یزده. ما با اپروچ ارتباط برقرار میکنیم. ریکوست فول لندینگ. Yas Tower Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 5,200 feet to land. مرسی. Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Yas Tower. Altimeter 29.65 wind 037 at 8. Make left traffic runway tree 1. آها، خیلی خوب. اینجا نلج میکنیم رانوی 31. Enter left downwind runway tree 1 Robin X-Ray Golf Sierra. ارتفاعمون هم میاریم پایین. خیلی رفتیم بالا. نه دیگه پایین باید صفر باشه تقریبا. یه ذره میره بالا بعد دوباره خودش میاد پایین. من نقشه رو یه بار دیگه نگاه کنم. اینجا که بلند شدیم دریاچه پساب یزده، داریم ارتفاع میگیریم. هنوز وارد استان یزد نشدیم. هدینگمون باید 310 درجه باشه. خیلی خوب. دوباره رفتیم بالا که من فکر کنم چیزی به عنوان تریم نداریم اونجا. خب اینجا من هدینگمو باید ست کنم 310 درجه. اینجا 330 باشه، این میشه 310 درجه. این 310 درجه. سرعتمون هم کمتر میکنیم. به لپمون هم بستیم. چراغا روشن ها. نمیدونم کلا همه چیز الان قطع شده. ما نورمال داریم میریم ولی هدینگمون عوض میشه هی، نمیدونم چرا. اون باد داریم. خب الان همه چیزمون اوکیه. چراغ روشن میکنیم، اشکال نداره. الان 310 درجه ایم. سرعت خیلی خوب. اینکه جیو به ما نشون میده مثل جنگنده ها. ببینید آنچنان چیز سختی نداره، فقط باید هندلش کنید دیگه، نخورید زمین و از اینجور حرفا. فرودگاه رو نمیبینم، اینقدر هوا آلوده است. واقعا هم همینجوری من دم پنجره الان اینجا دارم میبینم هوا به شدت آلوده است. دور موتور رو 2000 تنظیم کنم ببینم چجوری میشه.
خیلی خوب. الان همه چیز نرماله. سمت راستمون بیابون، سمت چپمون هم بیابونه. اینجا پارک کوهستان یزده، ما رو که تو نقشه آنلاین نداره. ببینم چطوریه. خب اوکی. ما اینجا وارد استان یزد شدیم. داریم درست میریم، یه خورده میایم اینور، ارتفاعمون هم کم میکنیم. وارد اپروچ بودیم، زون اپروچ و زون تاور. آشنایی Yost Tower نداریم. Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. Robin X-ray Golf Sierra Airport is 6 o'clock, 11 miles. Yost Tower Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 6,000 feet touch and go. Robin Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Yost Tower. Altimeter 29.65 wind 035 at 8. Enter left traffic runway tree 1. اگه هوا آلوده است یه خورده نالج میکنیم. Enter left downwind runway tree 1 Robin X-Ray Golf Sierra. خب وارد استان یزد شدیم. ریکوست فول استاپ میکنیم. Yost Tower Robin Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 5,900 feet to land. اینجا کجاست دیگه؟ بذارید من یه خورده Robin چرخ Alpha بزنم. Sierra X-ray Golf Sierra Yost Tower. Altimeter 29.65 wind 036 at 8. Make left downwind runway tree 1. Fly left traffic runway tree 1 Robin X-Ray Golf Sierra. ببینید چیز خاصی نداره این هواپیما، نه تریم دارید نه چیزی دارید، هیچ. یعنی شما در حالات عادی فقط دارید پرواز می‌کنید. ببینید بچه اون بذار یه ذره بیام بالا بشینم، جامو عوض کنم، ذره بیام این بر عزیزم، این بر. این نعل اسبی استان یزد، این نعل اسبی استان یزد، این کوچولو نعل اسبیه. سمت چپمونم میشه دانشگاه یزد. خیلی خوب، حالا هدینگمون رو درست کنیم بریم بشینیم. سرعتمون هم خیلی زیاده، سرعتمون رو یه خورده کمتر میکنیم. آها اینجا ببینید چشمک میزنه. خب ما باید بریم روبروی این. ارتفاعمون هم همینجوری داره کمتر میشه. خب اشکال نداره. من فلپ یکو بدم. سرعتمون هم بر حسب کیلومتره، میبینید اینجا بر حسب نات ننوشته سرعت بر حسب کیلومتر نوشته. 150 کیلومتر بر ساعت داریم میریم. یه خورده دور موتور رو زیاد میکنیم تا 2000 تا. یه فلپ دیگه کامل فلپ بدیم. داریم میریم سمت فرودگاه، یه خورده میریم سمت چپتر. این هم میدان امام علی دیگه. آره میدان امام علی بود. تردید کردم من یه لحظه، نمیدونم
ارتفاعمون خیلی زیاده چون آپیمون پی آیمون 4 تا قرمز داره میده، یعنی ما باید بریم پایین تر. سرعتمون رو کمتر میکنیم. 150 میشه تقریبا 60 نات، 75 نات. باد وحشتناکی هم داره میاد. دسته منم یه ذره داره اذیت میکنه. ویبره داریم. خوبه. 110 درجه عالی. داریم میریم به سمت پایین. ورتیکال اسپیدمون هم تقریبا درسته. نوسان نداریم. خوبه. ارتفاعمون رو کمتر میکنیم. 1500. یه ذره میایم پایین، میریم بالاتر یه ذره. باید بیایم پایین. لندینگ متاسفانه یه خورده آدم همیشه هول میکنه. اینجا آروم آروم گازو میبندیم، تراتر رو کم میکنیم، سرعتمون کمتر. اوه اوه اوه. Robin X-ray Golf Sierra contact ground on 122.7. خب میریم کانتکت گراوند میکنیم. Going to 122.7 Robin X-ray Golf Sierra. کانتکت گراوند. آروم. شماره 2 رو میزنیم ریکوست تو پارکینگ. Yost ground Robin Alpha Sierra X-ray Golf Sierra taxi to parking. Robin Alpha Sierra X-ray Golf Sierra taxi to general aviation parking using taxiway. میریم جنرال اوییشن پارکینگ. نالج Yost ground Robin X-ray Golf Sierra. Say again, please. Robin Alpha Sierra X-ray Golf Sierra taxi to general aviation parking via taxiway. خب میریم یه جا رو پیدا میکنیم تا پارک کنیم. Robin X-ray Golf Sierra, please acknowledge. نالج میکنیم. نالج نداریم که نالج کنیم. بله. اون اگه اشکال نداره همینجا پارکش کنیم. خب اینجا پارکش میکنیم در حال حاضر. Robin X-ray Golf Sierra, did you hear my last transmission? خب اینم از این. میریم چک لیستمون رو بر میداریم. بیایم از اینجا من نور کابین رو زیاد کنم. Robin X-ray Golf Sierra, did you copy? بیایم اینجا آف میکنیم. پارکینگ بریک ست آف. لایت ها آف. پارکینگ بریک ست. Robin X-ray Golf Sierra, ATC services terminated. Good day. آر پی ام مون هم درسته. اینم از این. اینجا پارکینگ بریک. باتری آف.
مستر سویچ اینجا هم از این همش آف شد. اینم از این. ببین پیچ تریم من اینجا پیچ تریم میدم خب، ولی الان میخوام پیچ تریم بدم بالا کار میکنه. خب خدا رو شکر. دکمه ایه اینجام که جای صندلی بغل دستی و اینم که این باز میشه. من بخوام باز کنم باز نمیشه. ببینید 2 نفر نشستن و خیلی خوب. به همین سادگی. خب من الان یه بار دیگه بخوام همین رو روشن کنم طبق چک لیست عمل میکنم. میام اینجا باتری، اینجا وایس، کلپ ها رو میدیم بالا. چیزی دیگه ای نداریم. خب موتور رو روشن کردیم. موتور رو میبریمش میذاریمش روی 1000 تا. اگه بردارم موتور فقط روشنه، ولی ببرمش رو 1500 قطعا راه میفته. ببینید روی 1000 تا راه نمیفته. خب روی 1000 تا استارت میخوره، روی 1500 تا حرکت میکنیم. تقریبا روی 2500 1600 روی 2000 تا حرکت میکنیم. ما نمیبینیم، باید از بغل نگاه کنیم. از بغل هم نمیتونیم نگاه کنیم. ما اینجا وای میستیم. فلپ لول با تزیاد میکنیم. یه خورده گردش چرا حرکت نمیکنه نمیدونم. آها که کلا سوخت و بس.
خیلی سخته. بله اینم از داستان هر هواپیمایی که یه دفعه آدمو کله پا میکنه. ببینید حالا هر جوری که شما با هر هواپیمایی که هستید بخواید پرواز کنید یه سری قوانین و خاص خودشو داره. حالا درسته هر جوری میتونی بپریش، هر جوری میخوای بشونیش، ولی خب بالاخره باید یه سری قوانینشو به قول یارو گفتنی رعایت کنیم.